خب همونطور که تو 2 قسمت قبلی خودتون متوجه شدین، تو این زندان بخوام بمونم دیوونه میشم، به خصوص با اون روانشناسشون که از همه روانی تره، با اون خوابهاش. یه دور دیگه برم تو خواب، اون باید مستقیم از اینجا برم تیمارستان. الان زنگ میزنم به محمد پورتالدان گیسکولیانوف، باباش روسی بوده. الو محمد، یه پورتال بزن از زندان به اینجا. آره، نه پولش مهم نیست. آره، زندان تخم زادگان. فقط مثل اون سری ما رو نبری سرزمین گوجه های میان پورتالی. حله، دیر نکنی ها، منتظرم. نیناش ناش، لیناش ناش. قندلی چقدر قشنگه. ایشالله مبارکش باد. صدا چی بود؟ نمیدونم بو خدا. خاموشیه، بگیر بخواب. چشم، الان میخوابم. پاشو مفنگی. چی شد؟ صبح شد. آره صبح شد. سرکار، دیشب خواب دیدم تو کونت خیار 2 متری گیر کرده، میخوای دراری بخوریش. جای این گورخوری ها پاشو برو، گمش و ملاقاتی داری. جدی؟ کی هست؟ فیونا زنش رک. یا خدا، فیونا راه نداره نرم. نه راه نداره، اتفاقا خیلی هم عصبانیه. ای بابا، اسیر شدیم این وقت صبحی. پاشو بدو. سلام فیونا، چطوری؟ سلام و زهر مار، واسه چی زدی شوهر منو کشتی؟ آره دیدی چی شد، حواسم نبود، ببخشید. الان دیگه کی به بچه‌های من شیر بده؟ مگه خودت شیر نمیدی؟ نه، شرک میداد. یا حضرت پشم. در هر صورت ما با شورای محل رای گیری کردیم. خب نتیجه چی شد؟ خر شرک پیشنهاد داد ما 2 با هم ازدواج کنیم. یعنی من و تو با هم؟ آره. هیچ خره بی پدر دیگه ای نبود اونجا پیشنهاد بده؟ نه، نظرش هم به ثبت رسید، الان اومدیم سند بذاریم درت بیاریم. ای خدا. بچه‌ها دارن تدارکات عروسی رو میبینن، همین امشب قال قضیه رو بکنیم. من نمیتونم شیر بدم. عیب نداره، به زور شیرت رو میگیریم.